کلئوپاترا با بینی بلند و دهانی بزرگ شاید زیباترین چهره رو در مصر باستان نداشت، اما اندام اون بسیار جذاب بود. اون میدونست که چگونه لباس بپوشه تا مردها رو به خودش جذب کنه و همچنین استاد آرایش بود. کلئوپاترا صدایی محصور کننده داشت. اون تحصیل کرده، باهوش و شوخ‌طبع بود و همینطور یک گفتگوگر ماهر. در طول اقامت خود در روم اون به یک نماد مد در میان زنان رومی تبدیل شد. اونها هم میخواستن که همانند کلئوپاترا سکسی باشن. کلئوپاترا در رابطه جنسی سرآمد بود. برای دستیابی به این مهارت‌ها اون با مردهای زیادی هم بستر میشد و ظاهراً در دربار مصر از نظر تعداد مردانی که در یک شب با ملکه خوابیدن رکورددار بود. کلئوپاترا لقب مریوخان را دریافت کرد که در یونان باستان به معنای کسی است که با ده‌ها هزار مرد رابطه جنسی داشته. اون همچنین یک پیشنهاد وسوسه انگیز به کسانی که شیفته اون بودن داده بود که هر کسی که بخواهد میتواند به اون همبستر شود، به شرط اینکه صبح روز بعد اعدام شود. در سال 69 پیش از میلاد کلئوپاترا به دنیا اومد. اون دختر فرعون بطلمیوس 12 از خاندان یونانی بطلمیوسی بود که پس از مرگ اسکندر 275 سال بر مصر فرمان روایی کردند. این خاندان هم همانند تمامی فرعونهای مصر با ازدواج محارم غریبه نبودند، رویه‌ای که هدف آن حفظ سلطه خانواده بر قدرت بود. از این رو کلئوپاترای 18 ساله با برادر کوچکترش بطلمیوس 13 که فقط 10 سال داشت بعد از مرگ پدرش ازدواج کرد و حکمرانی بر مصر رو آغاز کردند. رابطه کلئوپاترا با برادرش بیشتر جنبه سیاسی داشت و هیچ مدرکی از یک رابطه عاشقانه در بین اونها موجود نیست. از اونجایی که کلئوپاترا از برادرش بطلمیوس بزرگتر بود، کنترل قدرت رو در دست گرفت، اما طولی نکشید که برادرش میل به قدرت در اون جون گرفت و کلئوپاترا رو از قصر به بیرون انداخت. در سال 48 قبل از میلاد جولیوس سزار بزرگ وارد مصر شد. زمانی که اون در اتاق شخصی خود در حال استراحت بود، خدمتکاران مصری فرشی رو آوردن. وقتی که فرش باز شد، ملکه زیبا و جوان مصر کلئوپاترا به بیرون اومد. سزار در رابطه با زنها بدنام بود. کلئوپاترا در مبارزه خود برای گرفتن تاج و تخت مصر از برادرش بطلمیوس 13 به یک متحد قدرتمند نیاز داشت. تصور کنید که سزار 52 ساله با کلئوپاترای 21 ساله در اتاق تنهاست. اون با مهارت‌های جنسی خودش جولیوس سزار رو اغوا کرد. صبح روز بعد سزار به وضوح کلئوپاترا رو به برادرش بطلمیوس ترجیح داد. سزار در جنگ نیل با بطلمیوس 13 مقابله کرد و برادر کلئوپاترا پس از شکست خوردن از سزار پا به فرار گذاشت و نهایتاً در نیل غرق شد. بعد از مرگ بطلمیوس 13، برادر کوچکتر بطلمیوس 14 و کلئوپاترا کنترل مصر رو در دست گرفتند. کلئوپاترا همراه با جولیوس سزار به روم رفت و رابطه عاشقانه‌ای رو با جولیوس سزار آغاز کرد، اما طبق قوانین روم اونها با هم ازدواج نکردند. جولیوس سزار و کلئوپاترا صاحب یک فرزند به اسم سزاریون شدند. کلئوپاترا به قدری در رابطه خود با سزار سرشار از انرژی بود که سزار یک دیلدو به اون هدیه داد. این وسیله یک کدوی تو خالی پر شده از زنبورهای خشمگینی بود که با تحرک باعث ایجاد ارتعاش می شدند. رابطه کلئوپاترا با سزار در روم ادامه داشت تا اینکه سزار به دست سران رومی در سنا ترور شد. بعد از این اتفاق کلئوپاترا همراه با پسر خودش به مصر برگشت و برادر کوچکتر خودش بطلمیوس 14 رو مسموم کرد و سزاریون رو به عنوان جانشین معرفی کرد. کلئوپاترا بیش از حد به روابط جنسی علاقه داشت. اون در سن 12 سالگی باکرگی خودش رو از دست داده بود. نویسندگان رومی اون رو زنی با تمایلات جنسی سیری ناپذیر توصیف می کنند. اون بعد از مرگ سزار به دنبال اغوای یک متحد قدرتمند دیگر بود. 3 سال بعد دولت روم برای اطمینان از وفاداری کلئوپاترا یکی از سران قدرتمند روم مارک آنتونی رو به مصر فرستاد.
کلئوپاترا که میدونست چگونه از یک عیاشی لذت ببره، در شوک رومی ها مارک آنتونی رو اغوا کرد و به اون تسلط کامل یافت. این زوج مهمونی ها و شام های مجللی رو ترتیب میدادن که شامل غذاهای عجیب و غریب و شراب های گرون قیمت و عیاشی بود. اونها سعی کردند که به آمیمتوبیوس به معنای زندگی تکرار نشدنی برسن و از این رابطه صاحب 3 فرزند شدند. سزاریون از سمت کلئوپاترا فرمانروای مصر و وارث برحق سزار در روم اعلام شد. این اتفاق باعث شد که جانشین سزار به اسم اکتاویون به مصر اعلام جنگ کنند. مارک آنتونی با اکتاویون وارد جنگ شد و در جنگ با اون شکست خورد و توسط سپاه اکتاویون به قتل رسید. کلئوپاترا بعد از شنیدن شکست سپاه مصر و مرگ آنتونی با در آغوش گرفتن مار سمی خودکشی کرد. بعد از مرگ کلئوپاترا، سزاریون به عنوان فرعون جدید مصر معرفی شد، اما طولی نکشید که توسط رومی ها به قتل رسید و سلسله اونها پایان یافت. شاید تمام داستان‌های مربوط به زندگی جنسی کلئوپاترا اختراع دشمنان اون باشه. کلئوپاترا یک سیاستمدار موفق، زیرک و جاه طلب در دورانی بود که از زنها انتظار میرفت ساکت و مطیع باشند. اون به عنوان یک زن قدرتمند تهدید بزرگی برای خودخواهی مردان رومی بود و شاید اونها یک کمپین توهین آمیز برای خدشه‌دار کردن شهرت او ترتیب داده باشند. از این گذشته در طول تاریخ موفقیت یک زن همیشه به زیبایی و فریبندگی اون نسبت داده شده تا به هوش و سخت کوشی اون، باوری که حتی امروز هم رواج داره.